سلام و خسته نباشید خدمت بچه های یوتیوب. امروز میخواستم از پارالکس دوربین براتون بگم که چه کارایی داره. دوستان دوربین دو تا پارالکس داره، یه پارالکس چشمی اینجا داره عقب، یه پارالکس که برای جلوی دوربین کارایی داره. پارالکسی که این عقب به اضافه رو برای شما وضوح میکنه، یعنی وقتی که باید بچرخونید تا به اضافه داخل دوربین با چشم شما هم محور بشه. بعد که پارالکس اینجا را چشمتون رو میزون کردید، میای پارالکس جلو رو میزون میکنید. دوستان کارای این پارالکس اینه که تصویر را با به اضافه و چشم شما